بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، از خداوند عزوجل برای یکایک شما لحظه های رمضانی سرشار از ایمان و اخلاص مسئلت می نمایم. بیایید باز با قصه های پیامبران باشیم. بیایید ادامه داستان هود علیه السلام را ببینیم. بیایید چند لحظه این پیامبر بزرگوار را در مسیر دعوتش با فکر و اندیشه، با تصورمان همراهی نماییم. زیرا زیستن با قرآن، زیستن با این داستانهای قرآنی، شنیدن از این پیامبران، از این قصه ها عبادت محسوب است. زیرا از باب اندیشیدن و تدبر قرآن است. چون خداوند عزوجل هود علیه السلام پیامبرش را به سوی قومش، به سوی قوم عاد فرستاد، این قوم سرکش نه تنها دعوت پیامبرشان را نپذیرفتند، بلکه نسبت او به احترامی کردند، او را تهمت زدند، او را استهزا نمودند، با او دشمنی ورزیدند. این قانون راه دعوت است دوستان عزیز. هیچ دعوتگری، هیچ اصلاحگری نباید رو افتاده شود. هر پیامبری که به سوی قومی فرستاده شد از اقوام چنین معامله دیدند. بنابراین یکی از مقصدهای این داستانها تسلیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تسلیت هر دعوتگر اصلاحگر در هر عصر و زمان است. خداوند عزوجل این حقیقت را به پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده فرموده است: ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبل. یک قاعده است همش: آنچه که به تو گفته می شود پیامبران قبلی را نیز گفتند. حالا که به تو تهمت میزنند ساحر هستی، کاذب هستی، بیمار هستی، این تهمت ها به پیامبران قبلی نیز زده بودند. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلک. قرآن عظیم شأن جای یک لحظه از گفتگوی قوم عاد با پیامبرشان هود علیه السلام را به ما نقل کرده است. خداوند عزوجل خطاب آنان را به پیامبرشان نقل کرده فرموده: قالوا یا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک وما نحن لك بمؤمنین. قوم عاد به هود علیه السلام گفتند به پیامبرشان، یعنی ای هود، تو برای ما دلیلی که ما قانع شویم نیاوردی. بنابراین ما از پشت دعوتی تو، از پشت این سخنانی تو، خدایان خود را ترک نمی کنیم. تو دانسته گیر. و ما نحن لك بمؤمنین، ما به تو هرگز ایمان نمی آوریم. دوستان عزیز، آیا این گفته قوم عاد نیز پدیده تکرار شونده در جامعه های بشری نیست؟ آیا نشنیدید که ایده میگن این گفته را، این سخن دین را، سخن قرآن را علم اثبات نکرده است، دلیل کافی وجود ندارد به این گفته‌ای که در قرآن آمده، گفته‌ای که در حدیث صحیح آمده؟ میخواهند علمی که کدام نظریه یک عالمی شرقی از غربی است که او را ایجاد کرده، میخواهند آن علم این سخن قرآن را اثبات کنند. قوم عاد گفتند دلیل قانع کننده برای ما نیاوردی. قالوا یا هود ما جئتنا ببینة، برای ما دلیلی پیشنهاد نکردی. این پدیده زیاد دیده می شود، این دعوا زیاد شنیده می شود. علم دیگر است، دین دیگر. آنچه که در دین آمده علم اثباتش نکرده، قانع نمی شود، چون که از میراث فرهنگی قوم عاد در ذهنها دارند. دیروز رئیس ناحیه می گفت معلمانی که از حج برمیگردند اثبات شده که در صنف به طلبه ها از سفر حجشان نقل میکنند، بنابراین آنها را از کار آزاد کرده شد یا از راهبری صنف گرفته شد. چرا؟ چون که در درس نباید از خرافات نقل کرد. یعنی این سخن رئیس ناحیه است که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده، میگوید نباید از حج نقل کند آن معلم، زیرا که در درس نباید از خرافات نقل کرد. حالا بالفرض اگر معلمان از سفر مسکوشان یا از سفر پیکین یا از سفر نیویورکشان برای طلبه ها نقل میکردن، این رئیس برای این معلم ها تشکر میگفت. اما که از حج نقل میکند، از عمره نقل میکند، برای این نفر حج و عمره خرافات است. سخن این صاحب منصب از سخن قوم عاد چه فرق دارد؟ فقط عبارت دیگر است ولی مضمون یک است. مضمون همان ناباوری نسبت شرعیات، نسبت دین، نسبت عبادت ها، شعارهای دینی، نسبت خداوندی که این شعارها را، این عبادت ها را مشروع کرده، امر و دستور داده. ما جئتنا ببینة، این خرافات است گفتن. یکون دلیل روشن، دلیل علمی برای ما
پیشنهاد نکردی. دین خرافات است گفتن به هود علیه السلام، البته به عباره دیگر، ولی مضمونش همین جمله‌ای که امروز ها زیاد میشنویم. دوستان عزیز، آیا علم بالاتر از علم وحی وجود دارد؟ برای شخص مسلمان، برای شخص مؤمن، آیا علم بالاتر از علم وحی هست؟ آیا حقیقت بالاتر از حقیقتی که پیامبران خبر میدهند هست؟ البته که نیست. قوم عاد به این گستاخی اکتفا نکرده، باز به هود علیه السلام به پیامبرشان تهمت دیگری زدن. گفتن این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء. گفتن به نظر میرسد که بعضی خدایان ما تو را ای هود آسیب رسانده است. یعنی عقل تو را آسیب رساندند خدایان ما، بنابراین سخنان بی منطق میگویی، بنابراین دیوانوار حرف میزنی. هود علیه السلام که آنها را از وحی الهی خبر میدهد، آنها را با آفریدگارشون میخواد آشنا کند، به یک تاپرستی، به دین حق، به دین توحید میخواد آنها را فراخواند، دعوت کند، او را میگن تو دیوانه شده ای. بازم پدیده اتهام زدن به عقل و فهم دعوتگر یا اصلاحگر، اتهامی فند بودن، خرافاتی شدن و غیره که امروز هم میشنویم. این همان اسلوبی است که قوم عاد نسبت پیامبرشان هود علیه السلام استفاده بردند. تو دیوانه شده ای گفتن، ولی اعاذ بالله. هود علیه السلام در جواب به آنها چی گفت؟ بدون ترس، بدون تملق، بدون شکست حالی اعلان کرد. قال انی اشهد الله و اشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم. هود علیه السلام گفت همانا من الله عز و جل را گواه قرار میدهم و شما نیز گواه باشید که من یقینا از آنچه که شما میپرستید بیزارم، از خدایان شما، از این آیین شما، از این کردار شرکی شما من بیزارم. اعلان بیزاری کرد، آشکارا، واضح. در ادامه به آنها گفت پس بیایید همگی مرحمت، هر آن دسیسه و نیرنگی که میخواهید علیه من بفرمایید، انجام دهید. ثم لا تنظرون، حتی مرا مهلت هم ندهید. مرحمت. همانا من به پروردگارم که خدای شما نیز هست توکل کردم. من همینم که میبینید، دعوت من همین است که میشنوید. از من تملق انتظار نشوید. در مسئله دین و عقیده من پایان نمیفرایم. عقیده جای سودا نیست. از من هیچ تنازل، هیچ پایین شدن انتظار نباشید. من از آیین شما بیزارم، از خدایان شما بیزارم، از این کردار کفری و شرکی شما بیزارم. هر کاری که میخواهید در حق من کنید مرحمت کردن گیرید. من با خدا هستم، به پروردگارم تکیه کردم، توکل کردم. این است درس دیگری قرآنی برای هر دعوتگر، برای هر اصلاحگر. درس مناسبت با کافران، مناسبت با منافقان، مناسبت با دشمنان دین در چنین وضعیتی که میخواهند از دین و عقیده شخص دست کشد یا تنازل کند یا در امور عقیده، در امور توحید و دین، در امور شریعت آنها را راضی کنند، از حساب خدا، از حساب دین و شریعت با آنها دلجویی کند. این داستان قرآنی، این جای قرآن، این رفتار نوح علیه السلام در مقابل قوم سرکشش درس استواری می آموزد که انسان نباید در مسئله ایمان، در مسئله دین پایین رود، در حفظ و امان خداوند باشد.